درود بر شما همراهان گرامی، من بیگلری هستم. به کانال من خوش اومدید. f(x) برابر است با x f3 منهای x به توان 2 به علاوه 1 و ما باید f پریم f2 رو به دست بیاریم. در واقع مشتق تابع f در نقطه f2 رو باید محاسبه کنیم. خب مشکل ما اینه که ضابطه تابع f رو نداریم. چرا؟ چون ما f3 رو نداریم. بنابراین ما سعی خواهیم کرد در قدم اول f3 رو به دست بیاریم. برای این کار چون 3 جزء دامنه تابع هست، من میتونم به جای x بذارم 3 تو این ضابطه. اگه این کار انجام بدم، اون وقت f3 برابر خواهد شد با 3 f3 منهای 3 به توان 2 به علاوه 1. من تو این ضابطه به جای x گذاشتم 3. بنابراین اگه من این رابطه رو ساده کنم 2 f3 برابر میشه با 9 منهای 1 یعنی 8. در نتیجه f3 من برابر با 4 خواهد شد. حالا ما f3 رو به دست آوردیم، بنابراین ما میتونیم الان ضابطه fx رو بنویسیم. fx برابر میشه با، به جای f3 بذارید 4x منهای x به توان 2 به علاوه 1. خب حالا میخوایم f پریم x رو به دست بیاریم. برای این کار من از 2 تا قاعده کمک میگیرم. قاعده اول این هستش: مشتق ax به توان n نسبت به x برابر است با a ضرب در n x به توان n منهای 1. بنابراین مشتق 4x طبق این قاعده برابر است با 4 و مشتق x به توان 2 طبق این قاعده برابر است با 2x و مشتق 1 طبق این قاعده برابر است با مشتق x به توان 0 که اگه از این مشتق بگیریم برابر با 0 میشه. در کل اعداد ثابت مشتقشون 0. قاعده دومی که ازش کمک میگیریم این هست که ما در جمع و منها میتونیم تک تک جملاتمون رو مشتق بگیریم و با هم جمع و منها کنیم. بنابراین طبق این نکات مشتق 4x که میشه 4 مینویسیم، منهای مشتق x2 هم میشه 2x و مشتق 1 هم که میشه 0 و اونم نمینویسیم. خب این از این. پس ما الان هم ضابطه تابع f رو به دست آوردیم، هم ضابطه تابع f پریم و حالا باید f پریم f2 رو به دست بیاریم. برای این کار من اول f2 رو با استفاده از ضابطه تابع به دست میارم. خب طبق ضابطه تابع f2 میشه 4 ضرب در 2 منهای 2 به توان 2 به علاوه 1. بنابراین اگه ساده کنیم f2 ما 8 منهای 4 به علاوه 1 5. پس f2 برابر با 5 خواهد شد. حالا ما باید f پریم f2 رو به دست بیاریم طبق خواسته سوال، یعنی باید f پریم 5 رو به دست بیاریم. برای اینکه f پریم 5 رو به دست بیاریم کافیه که تو ضابطه f پریم x به جای x بذاریم 5 میشه 4 منهای 2 ضرب در 5 4 منهای 10 که برابر است با منهای 6.